سرود برادران، غلامرضا مینباشیان یا سالار معزز. تمرین شماره 6 کتاب 2 هنرستان. این سرود برادران احتمالاً از نامش پیداست که شعری هم داشته و ترانه‌ای هم داشته که متاسفانه بنده به ترانه اون دست پیدا نکردم. اگر دوستانی موفق به پیدا کردن این ترانه شدن، اون رو برای ما ارسال کنن تا در اجراهای بعدی بتونیم استفاده کنیم. این سرود با فرم مارش هست. سرعتی هم که براش انتخاب شده در بالاش نوشته شده تمپو دی مارسیا یا با تمپوی مارش که همون سیاه برابر با 120 هست، حدود 120 اجرا خواهد شد. غلامرضا مینباشیان متولد 1240 خورشیدی در تهران. او معروف به سالار معزز هست. او تحصیلات موسیقی خودش رو در شعبه موسیقی دارالفنون زیر نظر موسیو لومر طی کرده و پس از فراغت از تحصیل در همونجا مشغول به تدریس هم شده. او همچنین به روسیه سفر کرده و در کنسرواتوار سن پترزبورگ زیر نظر مستقیم ریمسکی کورساکوف به تحصیل موسیقی پرداخته. بعد از مراجعه به ایران در بریگاد قزاق تحت نظارت فرماندهان روس مشغول به کار میشه و ریاست دسته موزیک اونجا رو بر عهده میگیره. در نهضت مشروطیت با توجه به اینکه مشروطه خواه بود از دسته قزاق بیرون میاد و به فرانسه میره. بعد از بازگشت با درجه سرتیپی به ریاست کل دسته های موزیک نظام ایران میرسه و در سال 1300 اداره موزیک ارتش رو ایجاد میکنه. شعبه موزیک دارالفنون که به نام مدرسه موزیک بوده زیر نظر مستقیم از سپاه تفکیک میشه و تا سال 1307 زیر نظر سالار معزز و فرزندش غلامحسین مینباشیان اداره میشد. او همچنین به موسیقی ایرانی علاقه داشت و از نخستین کسانی هستش که برای موسیقی ایرانی به خط نوت اروپایی نوت نویسی کرده. از کارهای مهم او ساخت سرود سلامتی دولت علیه ایران که به عنوان سرود ملی ایران در آغاز دوره مشروطه است میتونیم نام ببریم و این سرود ظاهرا نخستین بار در 28 تیر 1388 خورشیدی منتشر شده. سالار معزز در سال 1114 از دنیا میره. پسرهای او یکی نصرالله هست و دیگری غلامحسین که هر دو موسیقیدان بودن و نصرالله مینباشیان به نصرالسلطان هم معروف است. از کارهای او و آثار او میتونیم به ترجمه 3 کتاب هماهنگی، سازشناسی و ارکستر شناسی با ترجمه از فرانسه به فارسی با همکاری مزین الدوله نام ببریم که این کتاب به چاپ نرسیده. او رو میتونیم از بنیانگذاران موسیقی نظامی و تئوری موسیقی غربی و همچنین کنسرواتوار یا هنرستان عالی در ایران بدونیم. او استاد و مدرس سولفژ و دیکته موسیقی و سازهای بادی بود. همچنین به پیانو تسلط داشت و گفته میشه که اولین بار پیانو رو در ایران او به کوک ایرانی تبدیل کرد و از ردیف موسیقی ایرانی هم آگاه بود و کمی تار می نواخت. او شاگردان بسیار زیادی تربیت کرد، از جمله غلامرضا توافقی که معمولاً نوت‌نویسی رو در مدرسه موسیقی همیشه به عهده داشت و یحیاییان پسر مشیرالدوله از رجال وزارت امور خارجه و از شاگردان سالار معزز هست که بعد از استاد موسیقی ایرانی رو با پیانو می نواخت. همچنین سالار معزز مارش ها و سرودهای ایرانی ساخته، از جمله همین سرود برادران. و همچنین دستگاه ماهور رو نوت نویسی کرده که در لایپزیگ آلمان در چاپخانه رودر انتشار پیدا میکنه در حدود سال 1290 خورشیدی. همچنین فانتزی ماهور برای پیانو رو می نویسه که در روسیه انتشار پیدا میکنه و نسخه از اون در هنرستان موسیقی وجود داره. این قطعه به وزن 3/4 هست و با توجه به دست چپ پیانو هم نگارش پیدا کرده و در اون علم هماهنگی و هارمونی و قواعد اون رعایت شده.
از آثار دیگه سالار معزز سرودهای مدرسه آمریکایی ها در ایران هست و همچنین تنظیم پیش درآمد اصفهان رکن‌الدین خان مختاری که در 8 صفحه به چاپ سنگی میرسه و در پشت اون ایشون توضیحی در مورد لاکورون داده و نوشته که چون لا بمول در این مقام باید 1 ثلث پرده باشد و در کوک فرنگی این وجود نداره، لازم هستش که لا بمول به میزان 2 کما بالاتر از کوک معمول فرنگی کوک بشه. از آثاری که ازشون ضبط شده سرود مدرسه آمریکایی در صفحه کلمبیه 25 سانتی متری به شماره 15051 هست. همچنین سرودهای شام جهل و زینت نطق. او در آرامگاه قم به خاک سپرده شده. از علامت‌هایی که در این قطعه به کار رفتن ویبراسیون هست. ویبراسیون یا ویبره با VIB نقطه نمایش داده میشه، به معنی این که ما نوتی رو که می نوازیم به بالا و پایین اون رو حرکت بدیم، به سمت بالا و پایین سیم رو صفر در از پرده رو میگیریم و بالا و پایین میبریم. صدا در حد 1 ربع پرده جابجا میشه و ایجاد یک حالت ناله مانند میکنه. قطعه در سول مینور هست، سول مینور هارمونیک که شبیه به بیات اصفهان سول صدا میده. بنابراین دانگ هایی که در این قطعه به کار رفتن میتونن ر میکرون فا دیز سول دانگ 4 دانگ دشتی سول لا سی بمول 2 و دانگ دشتی 2 ر می بمول فا باشن. کوکتار 2 سول ر، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. سول سول سی سی ر دو سی دو لا سی سول، سول سول سی سی ر دو سی دو لا سی سول، سول سول سی سی ر ر ر می ر دو سی لا سول فا سول لا سی دو ر دو سی دو لا سی سول، سی بم لا بم سول بم فا بم لا سول فا سول، سی لا سول فا لا سول فا سول، ر دو سی لا دو سی لا سول لا سول فا سول، سول فا سول لا سی سی دو سی لا سول سول فا لا سول فا سول، ر بم ر بم ر بم ر بم لا سی لا سول، ر بم ر بم ر بم ر بم لا سی لا سول، سی 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 سول فا سول لا سی لا سی دو، ر بم ر بم ر بم ر بم لا سی لا سول، سول فا سول لا سی سی دو سی لا سول سول فا لا سول فا سول، سول فا سول لا سی سی دو سی لا سول سول فا لا سول فا سول. جمله آغازین از سول شروع میشه. سول سول سی سی ر دو سی دو لا سی سول. سی های نقطه‌دار 1 پا و نیم خواهد بود با حالت متسو فورته نیمه قوی. این تکرار میشه. بعد جمله آغازین بس پیدا میکنه. سول سول سی سی ر ر ر می ر دو سی لا سول فا سول لا سی دو ر دو سی دو لا سی سول. حالا یک جمله آ رو داریم با حالت فورته قوی. سی بم لا بم سول بم فا بم لا سول فا سول. جمله آ یک اکتاف بمتر تکرار میشه. سی لا سول فا که اینا میتونیم با بم هم مثل همون پایین اجرا کنیم. سی بم لا بم سول بم فا بم یا به صورت مقطع. سی لا سول فا لا سول فا سول. حالا بست جمله A میخواد صورت بگیره با حالت پیانو و نرم. ر دو سی لا دو سی لا سول لا سول فا سول. حالا ترجیع بند رو داریم. از سول سیم زرد انگشت سوم شروع میشه.
فا دیز پرده قبلی سل میشه. سل فا سل لا سی، سی دو سی لا سل سل فا. روی فا ویبره داریم لا سل فا سل. این ترجیباً در انتهای قطعه هم شنیده میشه. میریم بالا، جمله بی رو داریم ری بم ری بم ری بم ری بم لا سی لا سل با حالت فورته و قوی. دوباره تکرار میشه. بعد از سی و انگشت دوم میگیم سی 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 سل فا سل لا سی. سل و فا هستیم به ضرب. لا لا سی دو. اینجا یک یک میایم پایین. دوباره جمله بی رو یک هنگام زیرتر داریم ری بم ری بم ری بم ری بم لا سی لا سل. دوباره ترجیباً تکرار خواهد شد دوبار. قطعه رو با سرعت مارش یعنی 120 اجرا میکنیم.